خب بازم قهوه میل داریم؟ آقای محترم چقدر دیگه باید قهوه بخوریم؟ اگه عزیز خان تشریف نمیارن بهتره بدونیم، ما هم واسه خودمون کار و زندگی داریم. عزیز خان میان، ما هم منتظریم. فقط ازتون خواهش میکنم کمی صبور باشین. از اینکه درک میکنین متشکرم. همین الان برمیگردم. ببخشید. جواب نمیده. معلومه اصلا این مرد تو همچین روزی کجاست ها؟ بفرمایید مرد خان. مرد چی شد؟ تونستی تماس بگیری؟ نه. به نوشد و چنگیز زنگ زدی؟ به هر دوشون زنگ زدم، در دسترس نیستن. احتمالا یه اتفاقی افتاده، وگرنه عزیز خان بی خودی همچین کاری نمیکنه. خدای نکرده اتفاق بدی براشون نیفتاده باشه. انشالله که همینطوره. به غیر از این هیچ عذری مواجه نیست. مرد مؤدب باش. هیچ میفهمی داری چی میگی؟ چی کار کنم داداش ها؟ روزی که قرارداد $1,000,000 ببندیم کجا غیبش زده؟ حداقل اینو بهم بگین. اجازه بده به کارتال زنگ بزنم. تو رو خدا تو هم انقدر کارتال نکن. خب شاید اون بتونه پیداش کنه یا کاری از دستش بر بیاد. مرد خان، از تو اتاق جلسه خواستن صداتون کنم. بفرما. به کارتال زنگ بزن. به کارتال زنگ بزن. آها، همینطوری حرف گوش بده. جانم هاکان. از صبح داریم سعی میکنیم عزیز خانو پیدا کنیم. تو خبر داری کجا رفته یا نه؟ نه نمیدونم. مگه امروز نمیخواستین قرارداد ببندیم؟ آره، ما هم برای همین دنبالش میگردیم. اونا گفتن اگه عزیز خان نباشه ما هم قرارداد نمیبندیم. هاکان. بله. به سلین خانم زنگ زدین؟ لعنتی، چرا به فکر خودمون نرسید؟ تو شماره‌شو داری؟ نه، از کجا باید داشته باشم؟ ببین چی میگم، شما سرشونو گرم کنی، من دارم میام شرکت باشون حرف میزنم. باشه کارتال، زود بیا منتظرتیم. همین الان به سلین خانم زنگ بزنیم. چشم. راستی هاکان خان، سلین خانم کیه؟ آره خب شما از کجا باید بدونی سلین خانم کیه؟ خیلی خوب، خودم حلش میکنم. بیا. خوش اومدین. ممنونم. سلام. خوش اومدین. اینجا هم قسمت هیئت مدیره است. با کارتال خان، چه اتفاق خوبی. هر دومون سالی یه بار از این در تو میایم، اونم تو یه روز، اونم تو یه ساعت. دیگه از این بهتر نمیشه. سلام. همه دنبالت میگردن. خب میدونم مرد احتمالاً از عصبانیت میز و صندلی‌ها رو داره به هم میکوبه. من و سلینم امروز کلی با هم رفتیم دور دور. ولی کسی خبردار نشه. نگران نباش، من راز دارم. ولی دیوار موش داره. هر چقدرم که پنهان کنی بالاخره لو میری. دیوار موش داره دیگه چیه؟ من نفهمیدم یعنی چی؟ من برای توضیح میدم بعدا. اومد. مرد بیدار شو، میگم بابات اومد. چه خبر بچه؟ داداش خوش اومدی. سلین خانم. سلام. چیکار کردی؟ این قرارداد امضا کردی؟ بابا نکنه داری شوخی میکنی. داداش قرارداد امضا نشد. چرا؟ گفتن عزیز خان نباشه قرارداد امضا نمیکنم. ما هم برای پیدا کردن دنیا رو زیر رو کردیم ولی پیدا نکردیم. کجا بودی بابا؟ ببخشید ولی کنجکاوم بدونم چه چیزی رو به قرارداد $1,000,000 ترجیح دادی؟ کارتال میشه خواهش کنم ساختمون رو به سلین خانم نشون بدی؟ بفرمایید.
داداش چیزی میل داری برات بیارم؟ نمیخواد. مرد خان، بریم تو اتاقتون. بله بریم بابا. چیزی میل داری؟ نه. قشنگه. برای رسوندن پیام به غریبه هایی که وارد اتاق میشن نصب شده. تو آهویی، ما هم شیر. به این معنی که به زودی قراره تو هم خورده بشی. به عزیز خان میاد. خب بگو ببینم، تو این شرکت کی مسئوله ها؟ من بابا. خوبه، بیا. بیا بشین. خب این مسئولیت رو کی بهت داد؟ بابا جواب این سوال خودت. گفتم این مسئولیت رو کی بهت داد مرد؟ کارتل. میدونی؟ کارتل چند سال مدیر این شرکت بود ولی من هیچ وقت باهاش به همچین مشکلایی بر نخوردم. بابا اونا برای قرارداد شرایط سنگینی گذاشتن. میدونی چند تا قرارداد با شرایط سنگین تر از اینو به راحتی امضا کرد؟ میخوای همشو برات بیارم؟ حکم! بله داداش. برو همه قراردادایی که کارتل امضا کرده رو برده بیار اینجا. بله چشم. بابا چه لزومی داره همچین کاری بکنی؟ بابا چرا همچین کاری با من میکنی؟ ها؟ من با چی کار کردم؟ این همه سال منتظر یه تشویق ازت بودم، یه تشویق. آخه من با چی کار کردم؟ ولم کن.